خیلی مهم است که مطالعه با تشخیص صورت بگیره، کتابا با دقت گزینش شود و مطالعه منظم و هدفمندانه صورت بگیره. در کنار مطالعه فراگیری زبان عربی و زبان انگلیسی جزو برنامه ها باشد، داشتن یک چشمانداز تحصیلی، علمی، آموزشی و تخصصی، داشتن برنامه منظم ورزشی و منظور تأمین سلامتی و داشتن یک شبکه از ارتباطات اجتماعی، برنامه ریزی در جهت تأمین نیازمندی های مالی و مادی و بالاخره به عنوان قائمه و ستون اصلی این برنامه ها داشتن برنامه منظم، مؤثر و مفید عبادی، دینی، معنوی که مبتنی بر دستورات الله جل جلاله و پیامبر اکرم علیه السلام باشد. اینا از اسباب و از کلیدهای موفقیت است. اگر جوان به اینا اهتمام داشته باشه، با تنبلی و با کسالت وداع بکنه و با عزم و اراده متین برنامه های خود عملی بکنه، مطمئناً که به موفقیت و به کامیابی و به چیره‌دستی دست پیدا میکنه و میرسه.